اگر شما را میذاشتن کاروان باشد کس میگیره نمیگیره؟ مجبوریم بگیریم، یک نمیخوایم گرفتن. هم کلینت هم به زور میشیم هم سونسان. این احوال کرونا بینوفی سه پلسه موشش خطور موندگه است انکاوری رای گذاشته نیست. میاد ریاض داد افسوس محسوب بود. دام گرفتیم، ما دام گرفتیم اصلا نه رفتن میتونیم نه استفاده میتونیم. مثلا شما اگر میذاشتن زنگ زنه که از شرکت که یک میزوج در کاروان در دروازه سوم یا چهارم قرار داره امور رفته گیره دارم دعواشو میگیرم ارکا اگر که نزدیک باشه نزدیک باشو میگیرم چون اینم در اومدم با سر کلینت اومدم اگر روی کلینت یکی دیر کردی من رفتم شما چیکار میکنید؟ ایتا چی میگی کلینت دیگه رفت میگه مثلا شما میره کلینت نیست بعد چیکار میکنه؟ ها میره کلینت نیست اوزی کلینت رفت اونجا با خدا تعمیر مارکا اگر شما میذاشتن کاروان باشد سر وقت درآمد گرفتن میتونیم برآمد نمیتونیم اگر دیر کنه چی میذاشت شما را قبول نمیکنیم اولش که خلیز کسای در این کرونا قبول نمیکنیم حسابی که راه همشون تنبه هستن ما نمیگیریم وقتی که خودم باشد میبیاریم میپروریم و از راه خودم میگیریم میرویم لیکن نظر اگر این ماشین رو نمیشدن با ما آسان میشد رفت آمد ماشینی که در سر راه قرار سر دارن راه قرار داره اگر همین سر راه که ماشین ها که نمیشدن ما خوشرو میرم میمید حسابی که ماشین ها سر راه قرار داره ما قین دایماده خراجتون لیکن زیادتر نقشه ما هم خیلی درون کارون برآمده خلق گرفته شما کدوم خط سره 43 43 ها یعنی پیشنهاد چی داره شما پیشنهاد که راه تازه میکردن خوب میشه یا که ماشین های شخصی را بازار درآوردن ممکن نه قبول نمیکنیم اینا در همین کارون قبول نمیکنیم